سر از روز سه‌شنبه در انگلیا و ویلز پول پلاستیکی 5 فونتی به معامله وارد شد. این پول نقدینه از مواد پلیمتلی ساخته شده از پول کاغذی 15% خردتر و ظاهراً نازکتر است. حلقه شفاف در مابین پول برای حمایت از تقلب جایگیر شده است. طبق معمول در یک روی این پول عکس ملکه بریتانیا و در طرف مقابل عکس سروزیر سابق وینستون چرچیل چاپ شده است. برتری پول پلاستیکی در این است که به آن آب و چرک نمی چسبد. آن در هر حالت پاکیزه می ماند و به شکل اولش برمی گردد. نرخ تهیه پول پلاستیکی گرانتر از پول کاغذی است، ولی استفاده طولانی که تا 5 سال را تشکیل می دهد باز هم استحصال پول پلاستیکی را مفیدتر کرده است. برای اولین بار پول پلاستیکی در سال 1983 در کوستاریکا پیدا شده بود. از آن زمان تا امروز پول پلاستیکی تخمیناً در 50 کشور از جمله کانادا، اسرائیل، پاپوا گوینه نو و وانوآتو استفاده می شود.